فیروز یک سال پیش از تاجیکستان به چین آمد تا اسب‌تازی بیاموزد. در این مدت گروه هنری سامان را تأسیس داد. حالا با موفقیت در صحنه‌های سیرک چین هنرنمایی می‌کند. وقتی که من این گروه رو تشکیل کردم 6 نفر ورزشگر رو از تاجیکستان دعوت کرده اونها رو در اینجا آموزانده و با کار تیاری دیدیم. فیروز دانشگاه صنعتی تاجیکستان رشته کارگردانی را ختم کرده است. او میگوید یک سبب در چین ماندن او طلبات به هنرش است. اینجا در قیاس به تاجیکستان برای دریافت معاش و صیقل هنر شرایط بهتر است. آنها از نخستین هنرنماییشان فهمیدند که اسب‌تازی آنها اینجا خریدار دارد. باری اول ما نمایش خود رو پیشکش تماشاگران کردیم. تماشاگران خیلی خوب ما رو قبول کردن و خیلی کفگویی زیاد شد. تا این وقت این گروه در 50 شهر و نواحی چین زیاده از 400 برنامه اجرا کرده است. هر یک هنرمند در یک ماه تا $1000 درآمد دارد. بجز این آنها در حضور خود در صحنه چین رسالت دیگری هم می‌بینند. یعنی اسب‌بازان تاجیک با رهبری فیروز عبیدو پرچم وطن زیبایمون رو علم می‌بردند. این کلام‌های متنتن را آنها آوان هنرنمایی با نمایش لیوای تاجیکستان و چین تبلیغ می‌کنند. در این تشبوس آنها کریستینا تروشنکو هنرمند اوکراینی شریک است. کار با تاجیکان به من پسند است. امید دارم که این همکاری ما دوام می‌یابد. فرمایشگران چینی نیت دارند شرطنامه گروه سامان را تمدید کنند چون که اسب‌تازی آنها برای تماشابین چینی جالب است. هنر اسب‌تازان تاجیک را چینی ها خوش قبول کردند. من از همکاری با آنها افتخار دارم.